Richten Sie sich den Sommer schön ein. Mit neuen Gartenmöbeln perfekt gemacht für sonnige Tage und laue Sommernächte. Jetzt auf höfner.de bestellen und nach Hause liefern lassen, damit... سلام. سفرهای اخیر سیاستگران کشور به پاکستان بیانگر چیست؟ پاکستان از سیاستگران غیر حکومتی افغانستان چه می‌خواهد؟ پیام واضح پاکستان به این سیاستگران چه بوده؟ و آیا واقعاً پاکستان امروز پاکستان دیروز نیست؟ این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگر، البته پرسش‌های مرتبط به صلح افغانستان را در گفتگوی با احمد ولی مسعود، سفیر پیشین افغانستان در انگلستان و رئیس بنیاد شهید احمد شاه مسعود مطرح می‌کنیم. آقای مسعود سلام بر شما، بسیار تشکر که وقت گذاشتید. شما تازه از پاکستان برگشتین. 3 روز مهمان دوست افغانستان بودین یا دشمن افغانستان؟ مطمئنم که ما که رفتیم، ما سالها بوده که در واقع در مخالفت هم قرار داشتیم و اینا دعوت رسمی کردن که بیاین دست دوستی دراز کنن. ما هم رفتیم ببینیم که واقعا این پیام از چی هست، چی میخوایم، و تا جایی که ما برداشت کردیم دیگه هیچ شک نیست که نسبت به مواضع قبلی خود تغییر کردن و دلیل تغییرشان بسیار معنیدار است. میگه که طرف مخالف شما بودین و طرف مقاومت شما بودین و برادر شما رهبر مقاومت بودن و برادر شما در واقع نه تنها که رهبر مقاومت بودن، الگوی آزادی افغانستان بودن، قهرمان ملی کشور هستن و بسیار مسائل دیگری که خود صدراعظم پاکستان مطرح کرد. حالا امروز گپ ما گفتیم است که چون دنیا تغییر کردن، مطمئن پاکستان هم عضو علمی خانواده جهانی است، ما هم تغییر کردیم در رویکرد خود. ما گذشته می‌گذاریم، اشتباهاتی که صورت کرده اعتراف می‌کنیم. ما می‌خوایم که روی آینده سرمایه‌گذاری کنیم و بین پاکستان و افغانستان بسیار مشترکاتی است که سر ارتباط کاسه. شما باور کردین به گفته‌های پاکستانی؟ ببینید هیچ وقت نمیتونه حتی در داخل افغانستان هم، حتی اگر نزدیکترین دوست شما سیاسی باشه گپ بزنین، شما همیشه به شک و تردید می‌نگرین. اما گپ اصلی نیست که مذاکره و صحبت یک شرط اصلی به خاطر رسیدن به توافق هست. با شروع کنیم ببینیم در عمل چی میشه. پاکستان بار اول نیست و هیچگاه نگفته که در افغانستان جنگ میخواهد. و حداقل شما پس از اینکه از سفر آمدین در یک نشست خبری گفتین که خوشبین هستین که راهبرد پاکستان در قبال افغانستان تغییر کرده. همین خوشبینی از کجا منشأ میگیره؟ همین گپ‌های چرب و نرم که از پاکستانی ها شنیدین یا نه در عمل خودم چیز دیدین؟ ببینید این خود در واقع دور اول مذاکرات است. اما قبلا خدمت شما گفتیم که شما گفتین بارها پاکستانی مسئله رو گفتن. هیچ شک نیست که گفتن، یعنی ما خودمون شاهدش هستیم. در واقع تجربه تلخی که ما داریم هیچ کسی دیگه در افغانستان نداره. برادر قهرمان خود شهید داریم و هزاران شهید دیگه و مجدد، و با اون نسبت ما در واقع تلخی خوب سه احساس میکنیم با جان دل. با اون نسبت انگیزه بیشتر رو داریم به خاطر اینکه یک راه بیرون رفت باید ایجاد شد و با اون علت بوده که ما رفتیم از نزدیک دیدیم. مطمئنم که برداشت‌های اولیه ما مثبت هستن. البته با تمام همون که شما اشاره کردین تهدیدهایی که داریم منتظر اقدامات قدم‌های عملی است. شما ببینید 100% مطمئن نیستید یک مثال کوچک خدمت شما میدم. از وقتی ما برگشتیم چی کار شده؟ رئیس ارتش پاکستان اعلان کرده که ما قطعا طرفدار حکومت طالبان یا برد نظامی طالبان نیستیم. اولین بار است که اعلان کردن. بعد از ما آقای داودزایی رفت فکر میکنم که او هم در یک مصاحبه دیروز گفت که اونا خوشبین هستن که راهبرد پاکستان تغییر کردن. ما هم در واقع آن چیزی که از ملاقات با خود صدراعظم پاکستان، وزیر خارجه پاکستان، رئیس پارلمان پاکستان و مقامات پاکستانی و نهادهای تینک تانک یا عمو فکریشان که ما صحبت کردیم، مطمئنه که امور هم که می‌بینید که زمان تغییر کرده، قرن 21 است، راهکار باید تغییر بکنه و من میتونم مفصل در اون قسمت خدمت شما صحبت کنم، نه فقط به اینکه چرب و نرم ما صحبت کنن گپ زنن، یا نه فقط به خاطر اینکه والا ما رو بسیار استقبال گرم کردن، نه، به خاطر اینکه دو طرف که میشینن منافعی که دیر خوب صحیح میتونن که درک کنن. ما هم که رفتیم با یک دید باز رفتیم، مسئله دقیق میدانیم و فقط طوری هم نیستیم که بریم در اونجا یک کسی ما رو که گپ چرم و نرم بزنه بگیم خوب گپ تمام است، گپ خلاص داد. تا وقتی که ما مسائل به اون بازگشایی نکنیم مطمئن نمیم، اما زیاد صحبت کنیم که میتونن بدتر باشه. برداشت میشه که شما هنوز مطمئن نیستید که
پاکستان 100% صادق باشه. در این سفر شما فقط از پاکستانی ها شنیدین یا چیزهایی را گفتین؟ مثلا خواست آتش بس از پاکستانی ها کردین؟ بله، مذاکره خود دو طرفه بوده. وقتی مذاکره صورت میگیره مطمئنه که دو طرفه هستن. با اون رقمی که ما گفتیم ما هم برنامه خود قبلا داشتیم. من قبل از اینکه پاکستان برم یا از طریق مطبوعات یا از طریق کنفرانس ها بار برنامه خود ما اعلان کردیم به خاطر صلح. البته این سفر ما اون رقم شما تذکر دادین که در واقع پنجمین هیئتی بودیم که ما در پاکستان رفتیم و این به خاطر تقویت پروسه صلح هست. اما اصلی که ما پیش خود داشتیم و بارها و سالها گفتیم که به خاطر صلح ما نیاز داریم که مستقیم با پاکستان صحبت کنیم و این نیاز اصلی ماست، طرف هست. و همیشه گفتیم که هر وقتی که استراتژی پاکستان همون رقم که برادر شهید ما آقای صاحب گفته بود که هر وقتی که استراتژی پاکستان تغییر بکنه در واقع یک دروازه باز میشه به خاطر گفتگو و مذاکره. اونا به صراحت میگن که ما گذشته اشتباهات کردیم، گذشته رو به گذشته میگذاریم، در قرن 21 راهکار جدید باید باشه. ما دو کشور همسایه هستیم با تقریبا 2000 کیلومتر سرحد و بسیار مشترکات داریم. ما حتما باید یک راه همزیستی باید پیدا کنیم. چگونه میتونیم که ما با هم یک جای زندگی کنیم؟ بدون شکی بار اول نیست که شما مطرح میکنین که باید مستقیم با پاکستان وارد مذاکره شویم و روی از این موضوع میاییم که آیا مذاکرات دوحه ناحق است یا حق. ولی پیش از او پاکستان از جمهوریت حمایت میکنه یا از امارت؟ یا پاکستان تا جایی که به ما گفتن از هر توافق یک اجماع کلانی که خود مردم افغانستان با او توافق بکنن. نه جمهوریت نه امارت. امارت خوب اونا نفی کردن، مثل گفتیم که رئیس ارتش خودمون طرفدار در واقع پیروزی نظامی طالبان نیست، میتونن بخورن. و در این حال مسئله در اینجاست که خود در واقع مردم افغانستان چی تصمیم میگیرن. آنچه که استنباط ما بوده این بوده که اونا گفتن ما تلاش کردیم که طالبان رو تشویق کنیم که در پای میز مذاکره در دوحه باید برن و تقاضای امریکا این بوده، تقاضای جامعه جهانی هم همین بودن. اما آنچه که ما دیدیم در اونجا اونا میگه که اینمی موضوع در واقع فعلا پروسه روند صلح یک روند بسیار فراگیر نیست که تمام اقوام افغانستان در او داخل باشه. این عکسه باید پوره شود و تکمیل شود. البته هدفشون است که هر تصمیم که حکومت افغانستان و طالبان گرفتن ما استقبال میکنیم. درست است؟ چون این چیز میخواین پاکستان؟ نه، اونا میگه که هر تصمیم که مردم افغانستان در واقع تنها حکومت افغانستان و طالب‌ها را کافی نمیدارن، میگه تمام اقوام افغانستان در پروسه با شریک ولی باشن. بازم سوال مطرح میشه پاکستان که از سال 53 تا امروز متهم به مداخله فعال در امور افغانستان است، آیا واقعا برش مهم خواست مردم افغانستان است یا منفعت خودش؟ ببینیم مطمئن که هر کشور منفعت خود مد نظر میگیره، هیچ شکی نیستم. اما منفعت خود تا پاکستانی که گفتیم 2400 کیلومتر سرحد داره در چی میبینن؟ اگه او معتقد به این باشه که منفعت ما نمیسته که بتونیم که یک روابطی با افغانستان داشته باشیم، به طور مثال بتونیم از پتانسیل اقتصادی افغانستان یا آسیای میانه یا در واقع در چارچوب یک استراتژی اقتصاد منطقه گرایی ما بتونیم استفاده کنیم، خب منفعتشان است و منفعت افغانستان هم است در این قسمت. اگه او باید ولی جنگ تمام شود و بتونیم که با بحث دو کشور همسایه با هم نزدیک باشیم، خب منفعت ما است در مطمئن به خاطر منفعت خود یک زمان میشه کشورها به خاطر منفعت خود جنگ میکنن، گروه‌های نیابتی حمایت میکنن، یک زمان میشه که صلح میکنن، میخواهند که در واقع در منافع اقتصادی شریک باشن. آقای مسعود، شاید بتوان گفت که برای نخستین بار قبل از این که از زبان طالبان یا از زبان سیاستگران افغانستان موضوع حکومت موقت مطرح شود، عمران خان نخست وزیر پاکستان مطرح کرد و گفت که راه حل بحران افغانستان حکومت موقت است. آیا پاکستان از ایجاد یک حکومت موقت پشتیبانی میکنه؟ آنچه که برداشت ما است که در تمام کشورهایی که جنگ صورت بگیره قطعا یک مکانیزم جدید ضرورت است. حالا نامش چی میگذاریم؟ موقت میگذارین، عبوری میگذارین، ائتلافی میگذارین، انتخاب زود هنگام میگذارین، توافق، هر چی که باشه در واقع مطمئن یک مکانیزم جدید ضرورت است. چرا؟ اگر دوره نمی خامو حکومت با کارآمدی می داشتی که صلح را می آورد، هیچ مشکلی نبود باید. چرا ما همیشه میگیم پاکستان در قبال افغانستان زل اساسی صلح افغانستان هستن. وقتی که به می ترتیب هستن مطمئن هر کس یک نظر دارد و با او خاطر است که آنچه که ما استنباط کردیم است که یک مکانیزم جدید باید روی کار شود. حداقل در 2-3 ماه اخیر پنجمین سفر از شما بود. آقای عبدالله، آقای میررحمان رحمانی، آقای گلبودین حکمتیار، آقای خلیلی سفرهای داشتن.
فکر نمی‌کنید که با این کار به نحو پاکستان سیاست آب خودکن و ماهی بگیر در پیش گرفته به صورت انفرادی؟ فکر نمی‌کنید که سفرهای شما به ضرر افغانستان باشه؟ ببینید تا حالا کنم چیز روشن نیست که اونا خطش کنن. کلی چیز خط از دریجه. چیز روشن است دریجه؟ خب به نحو بخواه از طریق شما به خواستای خود برسه. خب یک برداشت کلانی بوده که پاکستان خواستار حکومت موقت است و به از این طریق میخواد که شما را معتقد بسازه به باور خودشان که بپذیرین حکومت موقت را و پشتیبانی بکنید. ببین این چیز بیاین که در ایران اون چیزی که مثلا آقای عمران خان گفته امروز شما گفتین اون متعلق به خودشان است. اما آنچه که اینجاست ما قبلا خدمت شما گفتم چیزی نیست که روشن باشه که او خطش کنه. متاسفانه هر چیز در خط است. این ضرورت به اونست که بیشتر از خطش بسازه. جنگ است، ناامنی است، فقر است، فساد است، بی‌اعتمادی است، قمگرایی است، تعصب است، تحجر است، انفجار است. چیز نیست که با پاکستان رو بخواد بیشتر شد. چیز نیست. پس به اون نسبت آنچه که ما میگیم مسئله موقت شمایت کردیم قبل از اون یا بعد از اون بس صدها نفر مسئله موقت در داخل افغانستان مطرح کرده به اینجا، یعنی مسئله است. اما این به این معنی نیست که حتما کسی که مطرح کرد حتما بیاین اجماع صورت بگیره. واقعا مکانیزم جدید چی است؟ کدام مکانیزم میتونه که یک اجماع را بین تمام نیروهای افغانستان بیاره یا مردم افغانستان بیاره و این باعث میشه که بتونیم به طرف صلح بریم. این مربوط به تعریف با خود ما شماست. شاید مردم دوست داشته باشن که از شما هم بفهمن آیا شما طرفدار حکومت موقت هستین؟ من طرفدار یک مکانیزم جدید هستم. حالا که چی نامشه من میتونم مشخصهای تمام مکانیزم جدید خدمت شما بگویم. ولی یک چی نام میگذاریم نامش به ما مهم نیست، اهمیت نداره. آنچه که من میگم یک حکومت موجود تحت رهبری آقای اشرف غنی قطعا نمیتونه که ما را به صلح برساند. در واقع خود حکومت موجود به خاطر که نامشروع است خودش بخشی از پروبلم افغانستان است، نه بخشی از راه حل افغانستان. یک موضوع دوم صلح از میله تفنگ طالب بیرون نمیتونه شود که بتونه با میله تفنگ طالب در افغانستان صلح بیاره. یک چیز ناممکن است به ترتیب. پس وقتی که دو تا گزینه که فعلا وجود دارن اگه این دو تا گزینه نیستن، نه این گزینه راه حل است نه این گزینه راه حل است، حتی اگه این دو تا یک جان شوند نمیتونه در واقع به افغانستان صلح بیاره. دلیلش بسیار روشن است. چرا؟ هر دوش به شکل افراطی عمل میکنن، تندرو هستن، اینا افراطی هستن و هر دوش تقریبا بیشتر بدن و رهبری مربوط به یک سمت و سو هستن. اون نمیتونه چیست؟ رای میانه. رای میانه همیست که ما چگونه میشه که تمام اقوام افغانستان در پروسه ملی صلح باید شریک بسازیم. این رای میانه است. آره چگونه میتونیم که شریک بسازیم؟ من نظرم همیست که با حفظ نظام ما باید آتش بس داشته باشیم و بتونیم پروسه صلح هم به شکل تکنیکیش ادامه بدیم و اجماع بیاریم. 4 تا مثلا. پس چگونه میتونیم کار بکنیم؟ در چارچوب نظام موجود ما میتونیم که از تمام اقوام افغانستان یک شورای را به نام تصمیم گیری رهبری هر چی که فکر میکنیم از اقوام بیاریم در اینجا، کسایی را بیاریم که واقعا فراتر از قالب‌های تنگ قومی و حزبی و گپ هستن، اعتبار مردمی هم دارن، وجاهت ملی هم دارن و اون رقم لا و لشکری ندارن کسی را تهدید کنن. پس به این طرف میتونیم که اجبار در اینجا که اجبار کل افغانستان اینجا صورت بگیره. قدم اول اینه که بیاریم در واقع آتش بس یا رفع خشونت به شدت صورت چرا کلی توافق میکنه سرتی و اجماع است. این قدم دوم. سوم که نظام هم حفظ میشه و قدم چهارم هم است که میتونه یک تیم تکنیکی که تمامش در واقع متخصص یا چی باشه، آشنای مسائل نظام سازی باشه، ادغام افراد مسلح باشه، چگونگی انتخابات باشه، زمان انتخابات باشه، چگونگی دموکراسی، تمام از اینا میتونه در 1-2 سال اینا سرش کار کنه و بالاخره این شورا به یک مدت معین 1-2 سال میتونه باشه. بعد از اون نمیتونه که نخوره کاندید کنه، نمیتونه دفتر توش. نمی‌دونم که تطبیق این همه برنامه‌ها خیلی کار سخت است. مسئله صلح بسیار پیچیده است. باید آماده باشیم، باید سختی رو بکشیم، باید بگذاریم، حتی رهبرای افغانستان باید ایثار کنند. از گفتار شما برداشت میشه که شما میخواین بگین که آقای غنی ای که رد میکنه حکومت موقت را به خاطر بقای خودش است، نه به خاطر نظام و دستور. درست است؟ هیچ شک نیست. کوچکترین تردید ندارم که به خاطر آنچه که بسیار اهمیت داره، اولویت داره با آقای غنی، بقای قدرت خودش است. حکومت موقت ما را به گذشته نمیبره. بله، حکومت موقت ما را به گذشته نمیبره. نه ببینید و بازم خدمت شما عرض کنم گذشته کدام گذشته تا حالا 20 سال 92 را مثال میزنم. زمان دنیا فرق کرده، زمان فرق کرده. امروز شما جوانان سناگاست تمام مسائل میدانید. مطبوعات است، رسانه هاست، دنیا است، منافعشان است، روابط است، تکنولوژی است. در اینجا
به شدت فرق کرده و هر کسی که میخواد در واقع باید که ما را به گذشته میبره این مسئله چون من نیستم غلط میخواد فرافکنی کنه افکار مشروط بسازن. کدام گذشته؟ دنیا تمامش تغییر کرده، امکان نداره که ما دوباره بریم به گذشته، امکان نداره. آنچه که بسیار مهم است در هر کشوری که حالت افغانستان حتی بهتر از این داره حکومت ها و رهبرها حاضر میشن تا بتونن که یک دوره عبوری را بیاره که بتونه به صلح برسن. آقای مسعود بریم دوحه. هیئت‌ها یا هیئت طالبان مشخصاً پس از 36 روز به میز مذاکره برگشتن. فکر میکنین که چرا تأخیر ایجاد کرده بودن و چی باعث شد که دوباره برگردن؟ خب این که این مسئله با بنبست موجه است. ما که از ابتدا حتی قبل از اینکه دوحه شروع شد ما خوشبین نبودیم در اینجا. حالا که بنبست است یا تناقض است یا کسی حاضر میشه کرد بخشی از اون گپ است که در واقع امیر روند یک روند دقیق و حسابی نیست. ما قبلا هم گفتیم. ببینید مسئله از این قرار است که تا که شما تمام مردم در چارچوب یک نشه مدون آماده صلح نسازین یعنی موارش آماده نباشه ممکن نیست که بخوایم به زور دو طرف بیاین شما یک توافق سیاسی کنید. شما تصور کنید که دو طرف یک توافق سیاسی کردن، این دو طرف آقای اشرف و طالب توافق سیاسی کرد، این دیگه اقوام افغانستان در کجا این توافق سیاسی است؟ این سوال اول. فکر نمی‌کنین که هیئت حکومت افغانستان نداخل همه شمول است؟ مسئله هیئت فقط یک مذاکره میکنه، آن که در خودش شریک میشه خود دو طرف است. نمایندگی از مردم افغانستان مگم نمیکنه؟ نمایندگی از مردم افغانستان فکر میکنین نمیکنه؟ مطمئنم که نمیکنه. بخوابگونی نمیکنه که اون شما میبینید وضعیت کشور وضعیت حکومت دیگه میبینید از مگر بهتر میبینید. اون که نه مشروعیت داره نه نمایندگی مردمی کرده میتونه و نه دیگه اون در واقع تانسته که در مدت یک سال یک سال اخیر بتونه کسب مشروعیت بکنه. حداقل بتونه که از دستاوردهای مردم افغانستان دفاع میکنن، حقوق مردم افغانستان را میخواین که تامین بکنن، از حقوق زنان، حقوق رسانه ها. خب امین بیانگر از این نیست که از مردم افغانستان دفاع میکنن. این رقم بگویم ما صلح را ضرورت داریم. با صلح را ضرورت داریم. اولین کاری که در داخل افغانستان امکان داره که حکومت باید مسئولیت میگیره باید اجماع بیاورد. اجماع یک مشخصی اصلی یعنی قدم اول این است که اجماع یعنی تفاهم مردم در برابر یک پروسه ملی همین است. من سوال دارم از اینکه این چند وقت میگذره؟ 6 ماه یک سال میگذره از پروسه صلح. تا هنوز کدام اجماع رو ما میبینیم در اینجا غیر یگان ملاقات‌های نمایشی که اخیراً هم سر دست گرفتن که فلانی رهبری و نیم ساعت یک ساعت به نیم ساعت شما مسئله صلح افغانستان میتونید حرف بزنید. من سوال دارم اگر آقای اشرف غنی واقعاً طرفدار صلح افغانستان بود از ابتدا چرا این کار نکرد که بیان تمامی رهبرای مطرح افغانستان بیان 10 روز برن سر مسئله خوب سری مسئله حلاجی کنه که واقعا کدام راه را باید بگیریم بعد بتونن از طریق از این یک اجماع بیارن مردم افغان بعد بیان از موضوع قوت بیان با طالبان صلح کنن. این مسئله که نمیکنن فقط نمایشی. آنچه که برداشت ما است آقای غنی فقط نمایشی و تمام تلاش همیشه که چطور میتونه که حفظ ادامه قدرت کنه و بتونه وقت خود پوره کنه و تکمیل بکنه. مانع ایجاد اجماع فکر میکنین که آقای غنی است؟ آخه به خاطر چی باشه؟ مانع ایجاد اجماع اگر حکومت مسئولیت اول دارن مطمئن اگر میخواست که میتونست اجماع بیارن یا مردم سرش ارتباط ندارن یا خودش نمیخواد یا نمیتونه. توافقنامه دوحه در حال بازنگری است از سوی اداره جدید امریکا آقای بایدن. فکر میکنیم که چرا زیاد طولانی شد؟ خب حکومت امریکا تغییر کرد به اون رقم و اداره جو بایدن اداره جدید هستن. مطمئن وقت بازنگری میکنن میخوان که شریک بشن با تمام نهادهای امریکایی. فقط قبلا که بود تو توافقنامه و اساس طریقی خود آقای خلیزاد امضا شد. آقای خلیزاد عجله کرد تا بتونه که یک دستاورد داشته باشد و این دستاورد بتونه نثار کامپین خود آقای ترامپ بکنه و از طریق پامپیو که وزیر خارجه امریکا بود حمایت میشد. این عجله باعث شد که یک توافقنامه نامطلوب به این ترتیب وجود بیاد. حالا که میگه ما بازنگری میکنیم در واقع مطمئن در اون موادی است که به نفع یا امریکا یا به نفع صلح افغانستان نیست. و فکر میکنید که دزدار امریکا یا در واقع چی میخواهد؟ چه نوع بازنگری تصور میشه کرد؟ خب اولین قدمی که من حداقل میبینم همیشه که میخواهد که نه تنها فقط خود رئیس جمهور بلکه نهادهای مختلف و متنوع آمریکا باید داخل شود. مثلا وزارت دفاع، پنتاگون، وزارت خارجه، تمام از باید داخل شود تا مسئولیت جمعی باشد. آقای ترامپ که مسئولیت فردی میگیره به این ترتیب یعنی نماش قدرت میرد، اما آقای بایدن اهل مشورت است میخواد که مسئولیت جمعی باشد. با اون نسبت اینکه من بازنگری میکنه با اون نسبت یک مدت زمان و در سطح کلانتر در توافقنامه دوحه فکر میکنین چه تغییر کلانی که خواهد آورد اداره جدید امریکا کدام هستند؟
خب من نمیدونم که مواد از توافقنامه چی هست. خب حداقل موادی که ما و شما دیدیم. خب امکان داره که در ارتباط به اینکه خب رابطه طالبان و القاعده واقعا قطع شده نشده در اون قسمت بخواه که یک تضمین بگیره به این ترتیب، امکان داره در ارتباط به اینکه جمهوریت قبول میکنن یا نمیکنن در چوب نظامی گپا، امکان داره به خاطر ارزشایی که در این مدت 19 سال به دست آمده همین ارزش‌ها حس بشه نمیشه، خصوصا حقوق زنان و مسائل دیگه، امکان داره این مسائل پیشنهاد شه. و از رابطه القاعده و طالب یاد کردین، میخوایم بپرسیم که شما در سفرتون به پاکستان چیز دریافت کردین که رابطه هنوزم پابرجاست یا قطع شده؟ خب من که اونا را دقیق نمی، اما چی که من استنباط کردم مسئله ما بالکل یک مسئله متفاوت دیگه بوده که اون بازگوی مسائل نبودن. این فقط روابط افغانستان و پاکستان چند مسئله بود. مسئله صلح که شرکت باید بیه، موضوع ویزا که شرکت باید تنظیم شود که فسیلیتی و تسهیلات بیه، مسئله لوح قهرمان ملی در خود اسلام آباد به خاطر اعتماد سازی بودن، این صحبت شده. مسئله که چرا تسهیلات به تجار افغانی باید داده شود، مسئله بورسیه بوده که به جماعت چرا با خصوص به خانواده شهدا و ملول به وارثی شد به چرا ویزا، یعنی مسائل بوده. در این مسائل ما صحبت کردیم، گپ زدیم. البته در ارتباط با صلح افغانستان بیشتر که چگونه میتونیم که واقعا اینمی پروسه صلح فراگیر بسازیم از راه اساسش باید بریم. فقط خواستیم در مورد بدانیم، قبلا در مورد سفر شما بحث کرده بودیم ولی دور نریم از موضوع امریکا. فکر میکنین در مورد حضور نیروهای خارجی در افغانستان و خصوص نیروهای امریکا در افغانستان چه تصمیمی گرفته خواهد شد؟ میمانن یا میره؟ من فکر میکنم تا جایی که اونا اعلان کردن که ما نمیخوایم که خروج غیر مسئولانه کنیم و این مانسته که امکان داره یک مدت بیشتر بانن و همین که نمیخوایم خروج غیر مسئولانه کنیم یعنی بیاین و امو مسئولیت اخلاقیشان است یا اشتراک منافعشان است سر از او که چگونه میتونیم که نظارت کنیم بر پروسه صلح افغانستان تا به یک جای برسه و بعد از ما بتونیم خروج مسئولانه کنیم یک مدت شاید به این ترتیب بانن. ولی فکر نمیکنین هر تغییری که بیاید یا هر تأخیری که در خروج نیروهای خارجی از افغانستان ایجاد شود باعث از این شود توافقنامه دوحه بشکنه در واقع؟ خب طالب نخواد پذیرفت. شما شنیدین حرفای طالبان را هشدار دادن حتی؟ نه خیر، من فکر نمی‌کنم. به خاطر اینکه با وجود که اونا هشدارم بتن، بالاخره ایالات متحده آمریکاست که هر دو طرف در واقع اسپانسر کرده، دوحه هم اسپانسر کرده مذاکرات و مدیریت میکنه. پس به این نسبت همین هشدارهای طالبان را من هشدارهای واقعی نمیبینم. آنچه که بسیار اهمیت داره به اونا خود مسائل منافع خودشان هستن و این هشدارا جای نمیگیره و ما مطمئن هستیم که هشدارا همین طالبان به معتقد به هشدار خود باشه. و در این قسمت اگر یک جنبندی بکنیم موضوع را، فکر میکنین بعد از ماه می چگونه دیده میشه؟ ببینید ما شما یکی دو ماه دیگه پیشروی داریم. من فکر میکنم که افغانستان در یک وضعیت بسیار حساس تاریخی قرار گرفته. حالا اگر واقعا اینجا روند صلح بتونه کلی یک اجماع داخل افغانستان بیه، معنی است که اولین قدم است که شما میتونید که از یک موضوع قوت وارد مذاکرات صلح مسائل دیگه شد. یک مسئله است. مسئله دومی است که واقعا کشورهای منطقه و فرامنطقه اینا میتونن بین خود توافق کنن که در افغانستان صلح همه. چرا؟ همواره گفتیم که در افغانستان صلح دو پایه اساسی داره. یکی پایه داخل است که چگونه میتونیم که یک اجماع اول بیاد و سیستمی که بتونه کل اقوام افغانستان در بر بگیره، این پایه اولش است. پایه دومش هم است که چگونه میتونن کشورها بین خود توافق کنن، حداقل افغانستان چطور میتونه که مناسبات خارجی خود با کشورها به گونه متعادل بسازه که هیچ کشوری از ناحیه افغانستان احساس تهدید نکنن. اگر دو پایه رو تونستیم داشته باشیم، معنی است که خانه صلح افغانستان میتونیم سر دو پایه اعمال بکنیم. من فکر میکنم یک مسئله بسیار پیچیده است. در یکی دو ماه نمیگم که میای یک مسئله، من میگم که حداقل رخ گپ معلوم بشه، سمت و مسیر گپ معلوم بشه، ما واقعا طرف صلح میریم یا خدا طرف جنگ‌های شدیدتر میریم. خب هر نحو شما باور ندارین که توافقنامه دوحه نتیجه مثبت در پی داشته باشه؟ حتی مطمئن نیستم، به خاطر اینکه توافقنامه دوحه بیشتر اگر مثلا سر یک توافق سیاسی بین ارگ و طالبان باشه این نتیجه نمیده. و شما برادر فرمانده مسعود هستین، در کنارش همسنگرش هستین، همسنگرش بودین. اگر وضعیت به گفته شما بر هم بخوره، جنگ شدت پیدا بکنه، آیا آماده رفتن به مقاومت دوم هستین؟ شخصا خودتون ببینید، مقاومت اول خب مسئولیت و رسالت رو انجام داد.
مقاومت تمام نیروی جوانی که مانده و در واقع مقاومت به ارث گرفتن، یعنی جغرافیای مقاومت به شدت کلان شدن. اگر دیروز به طور مثال مقاومت در گوشه گوشه افغانستان بود، امروز مقاومت در سر تا سر افغانستان. شما جوانان به خاطر ارزشایی که داریم کلانترین نیروی مقاومت هستند. زنان افغانستان نیروی مقاومت هستند. مردم افغانستان که در واقع با این عالم تکنولوژی مسائل میفهمن نیروی مقاومت هستند. پس جغرافی افغانستان به شدت جغرافی مقاومت کلان شده. پس تمام افغانستان آماده مقاومت در مقابل کسایی است که ارزش‌های امروزی را نمیخواهند. یعنی نظیر مقاومت اول نخواهد بود. خب من ببین تو چی گونه خواهد بود. اما مطمئنم که هر نسلی یا هر مرحله از خود اونو شکل و تشکیلات خود داشت. شما میگن که امکان نداره که ما به مقاومت دوم بریم، چون مجاهدینی که بودن زیادترشان فعلا در افغانستان فرزندانشان نیستن، جیبهایشان پر است، وضعیت قبلی نمانده. به این باور هستید؟ ببینید امکان داره یک تعداد مثلا 5 نفر یک از کلانا یا فکر کنم 100 نفر او رقم باشن، اما مجاهدین کل ملت افغانستان است. یه خانه افغانستان در جهاد مقاومت سنگ چهره‌های برجسته خب جبردسته. خب معمولا هم گفتم که هر نسلی قهرمان خود می داشته باشه، هر نسلی در واقع مقاومت خود می داشته باشه، انگیزه خود می داشته باشه. ما حرف فهمیسته که اون رقمی که آموزش بشه برادر من گفته بود که ما باشیم نباشیم مقاومت ادامه پیدا میکنه، به هر شکل دیگه میتونه ادامه پیدا کنه. چرا وقتی در مقابل زندگی مردم بخوای جنگ کنی، مقاومت که جنگ نیست، مقاومت در مقابل جنگ مقاومت میکنی، دفاع میکنی، در مقابل جنگ تحمیلی، در مقابل جنگ در مقابل ارزش خودت میشه، در مقابل زندگی خودت میشه، در مقابل آینده خودت میشه، میخوای مقاومت تشکیل بدی. پس معنی است که اون فرهنگ مقاومت در وقت الگوی مقاومت که آموزش بوده او گذاشته شده. پس نسل جوان منظر به شرایط خود مقاومت شکل میده. و اشاره زمانی که به فرزندان مجاهدین بود که در خارج هستند، البته فرزندان شما هم در کابل در افغانستان نیستن. شما در پس از اینکه از پاکستان آمدین، بازم یک بار دیگه بپردازیم به اون موضوع، گفتیم که باید روی نظام غیر متمرکز کار صورت بگیرد. هدفتون از فدرال است. خب اول بگیم که فرزندان من داخل افغانستان نیستن. من زمانی که در روی نماینده بودم بابت سفیر شدم، فرزندان من برای متولد شدن و اونا باید درس خود تمام کنن که بیان اونجا. اونا فعلا در واقع درس خود میخوان در فاکولته هستن، در پوانتون دانشگاهی هستن. ما باید تمام کنن گپ خودم، یعنی نمیتونن که بیانشون. با اون نسبت من دوری بود یک مثلا. اما 20 سال میشه خودم بعد از اون در اینجا هستم، کمی زندگی میکنم. مثلا نامتمرکز گفتیم. ما میگیم که افغانستان در واقع در مدت 19 سال یا 2 دهه ما شاهد بودیم که یک نظام متمرکز بسیار افراطی ریاستی کارآمدی نداشته، کشور به این حالت رسانده که ما شما شاهد هستیم. با وجود حمایت تمام دنیا و تشتگی مردم افغانستان به خاطر صلح و ثبات، کشور به این حالت رسند و یک انتخابات تا دیگر انتخابات تقلب و بی‌اعتمادی و خرابی و بدی بیشتر شد. پس معنی است که این نظام نمیتونه کارآمدی داشته باشه. قسم قهرمان ملی کشور گفته بود در آینده افغانستان ما باید سیستم ایجاد کنیم که بتونیم هم با خود زندگی کنیم هم با دنیای بیرون. پس ما تا هنوز نظام مشکل نداره، در واقع استفاده از نظام مشکل داره. نه ببینید نظام وقتی که مشکل نداره، اگر نظام یک نظام چارچوبش درستی بود، اما کسایی که استفاده میکنن اونا رو نمیگذاشتن، یعنی مهار میکرد. یعنی وقتی قدرت میداشتن قدرتشون رو مهار میکرد و به فساد رجوع نمیکردن. در کشورهای دیگه هم همین ترتیب است. فقط افراد نیست که بسیار مسلح باشن و خوب باشن. نظام طوری است که نمیگذاره که از قدرت سوء استفاده صورت بگیرن. شما نظام مشکل داره، لوی جای شک نیست. نظام اصلاحات کار داره. وقتی که ما پیشنهاد میکنیم در واقع سیستم نامتمرکز بیاید، اولین مسئله حق مردم است. افغانستان یک کشور است، بافت اجتماعیش طوری است که نظام سیاسی مطابق با بافت اجتماعیش باید پورا کنه. حالا شما میخواین بگین که طرفدار نظام فدرال هستیم، درست؟ نامتمرکز. ببینید فدرال شما میتونه هر نام سرش بگذارین، اما آنچه که ما در افغانستان نیاز داریم است که قدم به قدم باید بریم به طرف نامتمرکز شدن قدرت. یعنی تمرکز قدرت در خود مرکز باعث فاجعه و فساد شد در کشور و او خصوصا در دست یک نفر. وقتی ما این تمرکز به این معنی نیست که افغانستان خود را خواسته از نامتمرکز از هم بپاشن. یکی نامتمرکز بودن است، یکی حکومت مرکزی. ما قطعا ضرورت داریم به حکومت مرکزی، اما ما ضرورت با تمرکز قدرت در دست در فقط یک جای افغانستان و دست یک نفر نداریم. حالا نظام افغانستان هم متمرکز از نوع عدم تراکم است. بله، نامتمرکز شود تا تمام مردم افغانستان در ولایت ولایت، ولسوالی گوشه گوشه بتونن که از مزایای دموکراسی و حق
خود برخوردار شم. بسیار تشکر آقای سفیر. خیر باشید.